سرخط خبرها. تاکید زلمه خلیلزاد بر تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان. اختصاص یافتن 44.2 میلیون دلار برای آموزش پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان از سوی آمریکا. جان باختن 4 تن در پی جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت بادغیس. و خواست نخست وزیر بریتانیا برای بالتویق خروج این کشور از اتحادیه اروپا. سلام و وقت شما بخیر. امروز جمعه 16 ماه حمل سال 1398 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. در ادامه خطبه‌های نماز جمعه شمار از عالمان دین امروز در ولایت غزنی پیرامون آداب رفتن به هدیره‌ها صحبت کرده و بر جلوگیری از خرافات در جوامع اسلامی تاکید ورزیدند. شماری از عالمان دین در خطبه‌های نماز جمعه امروز بیان داشتند که برخی از مسلمانان در هنگام رفتن به هدیره‌ها آداب درست را رعایت نمی‌کنند و گفته عالمان دین هنوز هم برخی مسلمانان مصروف انجام خرافاتند که باید از آن جلوگیری گردد. اینجا هست که انسان زنده سر ما حق داره به خاطر حفظ عزت زما به سر سلام بده. سر برادر مؤمن مرده خودم ما در قبرستان که میریم سرش سلام بدیم. مسلمانا خیلی به احترام باید اونجا استاد شیم. سوره های قرآن بخونیم، در حقش دعا کنیم. مسلمانا زنانتان را منع کنین از سرخاکی رفتن که گناه خیلی بزرگ است. امروز در اکثر قریه های ما در داخل شهر و الحمدلله این مسئله گلمش جمع شده. در قریه های نزدیک و های شهر هنوز این مسئله رواج است که کسی میمونه کل قریه روزی ششم هفتم خبر میکنه که سرخاکی میره. از اون طور کسی که تا 7 پشتم در این مرده گت نمیخوره او هم میبینه که به خاطر بندار سر قبرستان رفته. در کجای شریعتی کار را گفته؟ اینجا هست که ما دهن انسانهای دیگر را باز میکنیم که اونا میگه که اسلام نمی تو دین خرافات است. ما خرافات را جای دادیم. اسلام ما دین خرافات نیست. زلمه خلیلزاد میگوید که پاکستان سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفته است که واشنگتن خواهان سیاست شفاف دولت اسلام آباد در قبال کابل است و در غیر این صورت توسعه روابط پاکستان و امریکا امکان پذیر نیست. زلمه خلیلزاد روز جمعه برای دیدار با مقام‌های ارشد پاکستانی وارد اسلام آباد شده است. خلیلزاد روز گذشته طی سخنرانی در افغانستان گفت که روابط خوب میان پاکستان و امریکا بستگی به سیاست مؤثر اسلام آباد در قبال کابل دارد. خلیلزاد مدعی شد تا زمانی که دولت اسلام آباد در سیاست خود درباره اوضاع افغانستان بازنگری نکند روابط ما با پاکستان بهبود نخواهد یافت و اظهار داشت امریکا علاوه بر این که به دنبال توافق با طالبان برای استقرار صلح در افغانستان است همزمان خواهان توافق میان کابل و اسلام آباد نیز است که تحت آن پاکستان بتواند نقش سازنده تری در قبال افغانستان ایفا کند. نماینده امریکا تاکید کرد اگر پاکستانی ها خواستار روابط بهتر با ما هستند باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهند. در غیر این صورت تعاملات اسلام آباد واشنگتن پیشرفت نخواهد کرد. منابع خبری پاکستان اعلام کردند خلیلزاد امروز با حضور در محل وزارت امور خارجه پاکستان با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد و قرار است گفتگوهای هیئت‌های دو کشور با موضوع پیشبرد در روند صلح در افغانستان برگزار شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون از اختصاص 44.2 میلیون دلار برای آموزش پیلوتان قوای هوایی افغانستان خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت دفاع به نشر رسیده آمده است که شرکت اسپیرا نوادا قرارداد جدید را به ارزش بیش از 4 میلیون دلار برای آموزش پیلوتان و منصوبین قوای هوایی افغانستان دریافت کرده است.
به نقل از اعلامیه وزارت دفاع آمریکا، این قرارداد زمینه آموزش پیلوتان و منصوبین هواپیماهای نو A-29 و نگهداری این هواپیماها را فراهم خواهد کرد. قرار است پیلوتان و منصوبین قوای هوایی افغانستان در پایگاه هوایی مودی در ایالات متحده آمریکا و همچنان در داخل افغانستان آموزش ببینند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا همچنان آمده است که این پروژه تا اواخر ماه دسامبر سال 2023 میلادی تکمیل خواهد شد. چهار تن در پی جاری شدن سیلاب در ولایت بادغیس کشته شدند. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند که در پی جاری شدن سیلاب ها در این ولایت 4 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. جمشید شهابی سخنگوی ولی بادغیس میگوید که این افراد در پی جاری شدن سیلاب های 2 روز اخیر در منطقه لامان و شهر قلعه نو مرکز این ولایت کشته شدند. آقای شهابی شدت این سیلاب‌ها را بی سابقه عنوان کرده و گفته که افزون بر تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز به ساکنان این ولایت وارد شده است. او گفت که دهها خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی در نتیجه جاری شدن سیلاب از بین رفته است. گفتنی است که در پی جاری شدن سیلاب در ولسوالی کروخ ولایت هرات نیز 5 نفر کشته و 17 تن دیگر ناپدید شدند. سال گذشته خورشیدی که ولایت‌های غربی کشور به شمول بادغیس از خشکسالی‌های فراگیر متاثر شده بود، افزایش بارندگی‌های اخیر در کنار آن که خسارات زیاد مالی و جانی در پی داشته، امیدواری‌ها را برای رفع خشکسالی در این ولایت‌ها نیز افزایش داده است. از توجهتان به داشته‌های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.